توی این ویدیو قراره در مورد تاریخ روانشناسی تو دوران رنسانس صحبت بکنم، اما قبل از اینکه ویدیو رو شروع بکنم دوست دارم دو تا نکته ریز بگم که چرا دونستن تاریخ روانشناسی میتونه به دانشجوی روانشناسی چقدر کمک کننده باشه. اولین نکته این بودش که دونستن تاریخ روانشناسی به این دلیل مهمه که برای درک بهتر مفاهیم پایه روانشناسی خیلی میتونه کمک کننده باشه. و دومین دلیل این بودش که تونست منو ترغیب بکنه که اون کتاب تاریخ روانشناسی رو بخونم، این بودش که کسانی که دوست دارن ادامه دهنده این راه باشن از نظریه‌های غیر علمی دیگه استفاده نکنن. اگه دانشجوی روانشناسی هستید یا غیر دانشجوی روانشناسی، اگه به تاریخ روانشناسی علاقه‌مندید و یا حتی خود روانشناسی، لطفا ویدیوها رو لایک کنید، ازم حمایت کنید، سابسکرایب بکنید. سعی می‌کنم یعنی هر دوشنبه هفته ویدیوی در مورد تاریخ روانشناسی میذارم، چهارشنبه ها در مورد مشکلات روزمره و جمعه ها سعی میکنم ویدیوی فام بذارم که محتوای این چنل خسته کننده نباشه و اون مشکلاتی که هر دانشجوی روانشناسی داره سعی میکنم که به طنز بکشونمش که این محتوای این چنل خسته کننده نباشه و امیدوارم که راضی باشید. من میگنا هستم، به کافه روانشناسی خوش اومدید. اینجا آگاهی رایگانه. همینطور که گفتم تاریخ روانشناسی از دوران یونان باستان تا به الان تغییرات زیادی داشته و به جای اینکه اتکا بکنم به باورهای دینی، بیشتر بر پایه مشاهده، آزمایش و نگرش علمی بر ذهن میپرداختن و مثلا اگه کسی دچار افسردگی میشده که میگفتن که با روش‌های مثل جنگیری، دعا کردن، روزه گرفتن، یا اینکه میگفتن که آزمایش الهی بوده و فرد باید دعا بکنه تا به خدا نزدیک بشه، به جای اینکه این کار رو بکنن میومدن یک نگرش علمی و تجربی بر ذهن و رفتار انسان داشتن. این دیدگاه و این دوران توی تاریخ روانشناسی اتفاقا یک نقطه عطفی بوده که دانشمندانی مثل رنه دکارت و بیکن معتقد بودن و میگفتن که اگه شخصی دچار افسردگی بشه، ما اول باید بیایم ببینیم که این افسردگی توی مغز اون شخص چگونه اتفاق افتاده و عوامل تاثیرگذارش چیه و اینکه آیا اصلا راه درمانی میشه واسش پیدا کرد یا نه. این تغییر نگرش از دوران یونان باستان تا به الان یک نگرش علمی رو توی تاریخ روانشناسی، یک راه علمی رو انگار توی تاریخ روانشناسی باز کردش. حالا بریم سراغ افراد تاثیرگذار و دیدگاهاشون توی دوران رنسانس. شخصیت اول رنه دکارت که میاد دیدگاه دوگانه انگاری ذهن و بدن رو مطرح میکنه. حالا این یعنی چی؟ میاد میگه که ذهن و بدن دو چیز جدا از همدیگه هستن ولی روی همدیگه تاثیر میذارن و میگه که بدن از قوانین فیزیکی پیروی میکنه و چون مغز انگار یک شیء غیر مادیه، میاد احساسات، افکار و تصمیم گیری ها و تجربه هایی که در طول زندگی روزمره داریم میاد پردازششون میکنه. و قبل از اینکه بیام یک مثال ساده بزنم که بهتر بتونیم درک بکنیم این دیدگاه رو، دوست دارم تفاوت مغز و ذهن رو بگم. مغز رو ما یک سخت افزار در نظر میگیریم مثل پردازش، حافظه کامپیوتر یا گوشی که ما داده های زیادی بهشون میدیم و اونا پردازشش میکنن. حالا ذهن میتونه نرم افزارهایی باشه که روی مغز نصب میشه، مثل احساساتمون، مثل افکارمون، مثل تصمیم گیری هایی که میکنیم، مثل تجربه هایی که تو زندگی روزمرمون داریم. این تفاوت بین مغز و ذهنه. حالا بریم سراغ مثالی که بتونیم این دیدگاه رنه دکارت رو بهتر متوجه بشیم. فرض بکن دستتو روی یه شی داغ میذاری و تو واکنشت چیه؟ واکنشت اینه که سریع دستتو عقب میکشی. حالا در پشت پرده این اتفاق چه چیزی هستش؟ رنه دکارت میگه که وقتی تو دستتو روی شی داغ میذاری،
انگار یک پیام عصبی مغزت به ذهن میده که اون ذهنت یک تجربه دردناکی رو احساس میکنه و میگه که دستتو عقب بکش. این دیدگاه رنه دکارت بودش که بعدها اومدن روی انگار نقش‌های عصبی و مغز با ذهن اومدن روش مطالعه کردن. شخصیت بعدی فرانسیس بیکن هستش که بنیانگذار روش علمی توی روانشناسی بوده و بیکن مخالف این بوده که روانشناسی حتما باید بر اساس حدس و گمان باشه و میگفته که باید برای بهتر درک کردن رفتار انسان از روش‌های علمی استفاده بکنیم، مثل مشاهده، آزمایش و روش‌های علمی. و مثلا اگه بخوام مثال بزنم، میگفتن که تو گذشته کسایی که مطالعه زیادی دارن حافظه خیلی قوی تری دارن. بیکن میگفته به جای اینکه بیایم فرضیه سازی بکنیم، بیایم آزمایش بکنیم، دو تا گروه رو انگار تشکیل بدیم، گروهی که مطالعه زیادی دارن و گروهی که اصلا مطالعه نمیکنن و بیایم حافظه‌شون رو بررسی بکنیم و آزمایششون بکنیم. اگر اون کسی که مطالعه زیادی داشته حافظه قوی تری داره، انگار رابطه مستقیمی با هم دیگه داشتن، خب قطعا میتونه اینو تایید بکنه. دقیقا همون روشیه که برای مطالعه یا اثبات کردن دو تا متغیر که آیا میتونن این روی این تاثیر بذاره یا نه، امروزه داریم ازش استفاده میکنیم. شخصیت بعدی لئوناردو داوینچی بوده که لئوناردو داوینچی پیشگام مطالعه ذهن و حواس انسان بوده. یعنی چی؟ یعنی که لئوناردو داوینچی علاوه بر نقاشی و مهندسی به آناتومی بدن انسان خیلی علاقه داشته و اومده مغز انسان رو تشریح کرده و میگفته که مغز مرکز تفکر، احساسات و تصمیم گیری انسانه و اولین شخصیتی بوده که اومده قسمت‌های از مغز رو به صورت خیلی دقیق اومده کشیده و حدس می‌زده که یه قسمت‌های از مغز بزرگتره و وظایف خاصی رو انجام میدن. مثال اگه بخوام بزنم، مثلا میگفته که وقتی که انسان یک تصویر رو میبینه، این تصویر اول میاد روی شبکیه چشم انسان میفته و مغز میتونه این تصویر رو پردازش بکنه. حالا چه نتیجه گیری میتونیم بکنیم توی این دوران؟ میتونیم بگیم که انگار تعریف روانشناسی توی این دوره به جایی که به الهیات و مذهب و فلسفه متکی باشه، اومده بر پایه‌های مشاهده، آزمایش و مطالعه علمی ذهن و رفتار انسان حرکت کرده و نظریاتی که گفتم همه پایه‌های روانشناسی مدرن رو شکل دادن که توی دوره‌های بعدی این امکان رو فراهم کردن که روانشناسی به عنوان یک علم مستقل از فلسفه و الهیات جدا بشه. توی دیسکریپشن لینک ویدیوی دوران یونان باستان و قرون وسطا رو گذاشتم. لطفاً این ویدیوها با هم دیگه ارتباط داره، لطفاً ویدیوها رو از اول نگاه بکنید و اگر از این ویدیوها خوشتون میاد، به تاریخ روانشناسی علاقه‌مند هستید، حتما لایک کنید، ازم حمایت بکنید و اون زنگوله کنارشم بزنید که وقتی ویدیو جدیدی گذاشتم نوتیفش براتون ارسال بشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.